سلام بیننده گرامی، خبرهای تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی از روز 2 ینور من مومین احمدی با همکارانم تقدیم میکنیم. نگاهی کوتاه به آن چیزی که در برنامه داریم. دادگاه در شهر دوشنبه 5 میلیون سامانی دعوای پیوندان جوانی را که در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است رد کرد. همه بایگری من میگرفته و بچه من نمیکشتم برادرشی. از سرکوب اعتراضها در قزاقستان تا جام جهانی فوتبال در قطر، نگاه بر رویدادهای مهمترین سال 2022 در جهان. و در 80مین سالگرد تولد نقره رحمتوف از ساکنان دوشنبه پرسیدیم که از او چی در یاد دارند. در انسامبل گلشن هم میخوندن، در انسامبل فیلارمونی هم میخوندن، سرودهای بسیار نغز میخوندن. خودشان زنکی هم صحنه‌زیب بسیار قلجنو. برنامه را با شکایت خانواده آغاز میکنیم که برای مرگ فرزندشون از وزارت کارهای داخلی جبران میخواهند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شکایت خانواده مهراج‌الدین گدازاده ساکن شهر وحدت را که از وزارت امور داخلی تاجیکستان 5 میلیون سامانی جبران معنوی طلب دارند به اساس دانسته است. این جوان پس از بازداشت کارمندان میلیسا فوتید و مقامات گفتند که او خود را از آشیانه سیوم پرتافته است. پیوندانش به این باور ندارند و میگویند او شکنجه شده است. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله این موضوع را تحقیق کردند. من از اینا یگان چی طلب نداشتم. من بچه من را نمیکشتن، خانه من میگرفتن، همه بایگری من میگرفتن و بچه من نمیکشتن برادرشی. از مرگ یگانه پسر این خانواده بیش از 1.5 سال میگذرد. قرار دادگاه که طلب جبران را به اساس دانسته است، آنها را نگران کرده است. از خود بیر از خود می شود. من در سن 65 سالگی 3 کودک در کفت من اینا را به وایا رساندن در کار، خوراندن در کار، پوشاندن در کار، اینا کلان شوند. مقصد همین که ما بین که در یک حوله همین خیلی کوتاه میدهک زندگی میکنیم. به قول پدر مهراج‌الدین، مرگ پسرش و پرونده های دادگاهی او به وضع اقتصادی و روانی اهل خانواده تاثیر گذاشته است. به تاثیر واضح گذاشت. من مادرش کسل شد، قریب به هلاکت میرسید. من آپاش همیشه کسل شد. ما وزمینی سخت کشیدیم. از اینا ما یگان چیزی ندیدیم. در پیوند به مرگ مهراج‌الدین، یک کارمند سابق شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت را به جوابگری کشیده بودند. دادستانی او را به خنثی‌نظری هنگام اجرای وظیفه متهم کرده، ولی ماه نوامبر سال 2021 بر اساس قانون عفو پرونده‌اش را بست. طبق اطلاع ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که از حقوق‌های خانواده مهراج‌الدین حمایت می‌کند، دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی عفو این افسر سابق را اساس کرده طلب جبران را رد کرده است. با این حالنامه راضی نشده، ما با کلیگی سودی اوید با پرونده‌های گردنی سودی شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی پیشنهاد کردیم و 1 دکتر با قرار سودی شهر دوشنبه حالنامه به تغییر مانده شد و شکایت کاساسیونی ما به قناعت مانده شد و قانونگذاری پیش بینی نموده است که اگر کارمند از جانب کارمند ضرر رسانیده شده باشد، در آن وقت مقامات باید از جهت مقامات همین ضرر برقرار کرده شود و ما با این قرار سودی شهر دوشنبه راضی نیستیم و آینده شکایت به سود عالی پیشنهاد میکنیم. با اطلاع وزارت امور داخلی، کارمندانش مهراج‌الدین گدازاده را شکنجه نکردند. نماینده این نهاد هنگام مرافعه‌های دادگاهی پافشاری نموده است که نیاز به پرداخت جبران نیست. مهراج‌الدین گدازاده به قول پدرش گاهی از حساب مهاجرت کاری و گاهی از حساب نگاهبینی چاروای همدیگان پول می‌یافت و روزگارش را پیش می‌برد. از او 3 فرزند مانده است. 1 سال پیش در همین شب و روز هزاران نفر در قزاقستان از بالاروی نرخ مواد سوخت به خیابان‌ها برآمده اعتراض کردند. حکومت قزاقستان با استفاده از نیرو و کمک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی زیر نظارت روسیه اعتراضگران را سرکوب کرد.
در این حادثه 10 نفر کشته و زخمی شدند. افرادی که نزدیکانشان را در این حادثه از دست داده بودند امیدوارند که گناهکاران جزا میگیرند. در این باره و دیگر رویدادهای مهم آسیای مرکزی و جهان در سال 2022 گزارشی داریم که آن را اسکندر خواجه میرزاده تقدیم میکند. در ابتدای ماه ینور سال 2020 بالاروی نرخ مواد سوخت باعث اعتراضهای بی‌سابقه در قزاقستان شد. در دوام یک هفته ناآرامی‌های این جمهوری آسیای مرکزی 225 نفر به قتل رسید. دادستان کل قزاقستان میگوید در برخوردها با اعتراضگران 19 کارمند نهادهای قدرتی به هلاکت رسید. صدها اشتراکچی اعتراضها بازداشت شد. سازمان‌های حامی حقوق در ماه دکبر ابراز داشتند که مقامات قزاقستان در تحقیق کشتارها و پایمالشوی جدی حقوق انسان در جریان اعتراضها یک طرفه عمل کردند. سازمان هیومن رایتس واچ خاطر نشان کرده است که در نتیجه تفتیش 1000 اعتراضچی محکوم شده و همگی یک افسر نظامی برای کشتار فردی به سلاح جزا گرفت. 24 فوریه سال 2022 روسیه شهرهای اوکراین را آتشباران نموده نیروهایش زیر عنوان عملیات مخصوص نظامی به خاک اوکراین تجاوز کردند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هر گونه آوازه‌ها درباره فرار از وطن را رد کرده مردم اوکراین را به مقاومت دعوت کرد. در طول 7 ماه جنگ روسیه نتوانست در جبهه نبرد و دستاوردی نظررس کامیاب شود. برعکس در روبروی پیشرفت ارتش اوکراین در شرق این کشور 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که 300,000 افسر و سرباز احتیاطی به جنگ اوکراین سفربر می شوند. بعد این اعلان هزارها شهروند که نمیخواهند در جنگ شرکت کنند خاک روسیه را ترک نموده در کشورهای همسایه پناه بردند. در همین حال نه سفربری علاوگی نیروها و نه بمباران نظام انرژتیکی اوکراین سری راه پیشرفت نیروهای این کشور شده نتوانست. ماه نوامبر نیروهای اوکراین شهر خرسون را که در ماه مارس زیر تصرف روسیه گذاشته بود بازپس گرفتند. 22 ایون سال 2022 زمین لرزه برابر با 6.1 درجه باعث فوت بیش از 1100 ساکن ولایت‌های خوست و پکتیکای افغانستان گردید. در نیرومندترین زلزله 20 سال اخیر در افغانستان صدها تن جراحت برداشته، ده‌ها منزل زیست ویران شد. فلاکت در افغانستان زمانی رخ داد که این کشوری تحت نظارت طالبان در انزوای بین المللی مانده دچار بحران بشری است. حکومت طالبان که از ماه اوگوست سال 2021 افغانستان را نظارت می کند، سیاست متعصب در مقابل زنان و دختران را ادامه می دهد. طالبان تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کردند و به این ترتیب میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شد. در ماه دکبر سال 2022 حکومت طالبان روند آموزش دختران در مؤسسه های تحصیلات عالی افغانستان را منع نمود. شماری از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی از این تصمیم طالبان انتقاد کردند. 16 سپتامبر سال 2022 خانم 22 ساله ایرانی مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسید. او را پلیس اخلاق که پوشیدن لباس در جمهوری اسلامی را نظارت می کند به حبس گرفته بود. مرگ امینی مردم سراسر ایران را ناراحت کرد. در کشور اعتراضهای دسته‌جمعی آغاز یافته، به ویژه زنان روسری و حجابشان را آتش زدند. مقامات ایران اعتراضهای سراسری را دسیسه کشورهای دشمن به مثل اسرائیل و امریکا نامیده، بعضی از اعتراضگران را اعدام و بقیه را به مجازات شدید محکوم کردند. سازمان‌های حامی حقوق میگویند تحقیق اعتراضهای ایران بدون رعایت معیارهای حقوقی صورت گرفته، بازداشت شده‌ها زیر فشار و اذیت خود را گناهکار اعلان می‌کنند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در دوام 3 ماه اعتراضها نزدیک به 14,000 ایرانی حبس شد. گروه حامی حقوق ایرانیان که قرارگاهش در نروژ است، تاکید می‌کند که در 3 ماه گذشته 469 اشتراکچی گردهمایی‌های ضد دولتی ایران کشته شد. در پایان همین سال سازمان ملل 3 زن منصبدار بلندپایه را برای پیگیری تعقیب خشونتبار اعتراضها در ایران موظف کرد. ماه دکبر سال 2022 در قطر جام جهانی فوتبال با پیروزی منتخب آرژانتین خاتمه یافت.
سازمان‌های حامی حقوق فیفا اتحاد بین‌المللی فوتبال را به خاطر انتخاب این کشور به حیث میزبان مسابقه تنقید کردند. به قبل آنها قطر به پایمالشوی حقوق توجه کافی نشان نمی‌دهد. طبق اطلاع رسمی قطر، اثنای بنیاد انشاءات مربوط با جام جهانی از 400 تا 500 مهاجر کاری به هلاکت رسیده است. نقره رحمتова سراینده معروف تاجیک 81 ساله شد. سالهای اخیر او روی صحنه نیست و سرودهایش زیاد در تلویزیون ها پخش نمی شوند. همکارم نگاره فضل‌الدین از رهگذران در شهر دوشنبه پرسید که از نقره رحمتова چی را در خاطر دارند؟ گل دختران تاجیک، من جوانیم به فقط انمی سرودشون رو خونده میگشتم. فیلم ها میخونن و فیلم ها به سرود خوندگیشون است. کدام ترانه های نقره من راستیگه بایدم نیستم. یک سرودش هم میتونید زمزمه کنید؟ نه. سرودایی که سالهای دراز میخوندن، در انسامبل گلشن هم میخوندن، در انسامبل فیلارمونی هم میخوندن، سرودای بسیار نغز میخوندن. خودشان زنکی هم صحنه‌زیب بسیار عالی جناب ما تماشا میکردیم، گوش میکردیم، کیف و صفا میکردیم. ما میخواهیم که با 100 سال دیگه عمر بینن و همه خیلی بازی باشن، همه خیلی مردم خرسان کنن. سالهای با فکر من که ما مایده بودیم، با فکرم داشت کودک بودیم، نو تولد شدگی بودیم. سالهای نویر 60 سالهای 60 هم خیلی از بدخشان بودن. نقره رحمتova اوزی چیکسه نتونستم که تا لحظه با غلطی دی میباشت. بسیار سرود خلقی میخوندم. بدخشان بودم میدونیم آخه. ریسپوبلیکای برادری ازبکستان مهمانم. نقره رحمتova من نغز میشناسم. سالهای دراز در شهر دوشنبه در انستیتوی زبان روسی تحصیل کردم. حرمت میکنم. نقره رحمتова سراینده مردمی تاجیکستان 2 январи соли 1942 дар деҳаи бартанги ноҳияи Рӯшон таваллуд шудааст. дар солҳои шӯравӣ вай яке аз сарояндаҳои машҳур ба шумор мерафт ва шӯҳраташ дар тамоми иттиҳоди шӯравӣ ва берун аз он буд. نقره رحمتова аз соли 1952 дар ҳайати ансамбли тарона ва рақси помири филармонияи давлатии тоҷикистон кори эҷодии худро оғоз кардааст. раҳматова ҳамчунин бо забонҳои халқҳои собиқ ҷамоҳири шӯравӣ ва ҳамсоя кишварҳо аз ҷумла узбекӣ, озарӣ, русӣ, дарӣ, арабӣ тарона хондааст. таронаҳои машҳури нуқра раҳматова наргис, гулдухтарони тоҷик, тоҷикистони азизам, ай зуҳра, охир эй дарё. таронаи машҳури имшаб қамар инҷосро низ дар тоҷикистон аввалин маротиба хонум нуқра раҳматова ва дугонаи ҳампешааш хоҷатбегим пиронова суруданд. нуқра раҳматова ба ғайр аз сарояндагӣ дар филмҳо ҳам нақш офаридааст. аз ҷумла дар филми ковай оҳангари Борис Кимягаров нақши духтари кӯҳсорро бозидааст. артиши Украина ва расонаҳои иҷтимоӣ наздик ба Кремл аз кушта шудани садҳо нафар аз басеҷшуда ё нерӯҳои иловагии артиши Русия дар Донецк хабар доданд. ба навиштаи саҳифаи наздик ба Кремл дар Телеграм дар пайи ҳамлаи мушакии нерӯҳои Украина ба як хобгоҳи сарбозон дар наздикии шаҳри Макеевкаи Донецк садҳо нафар кушта шуданд. гуфта мешавад нерӯҳои иловагии Русия дар бинои як омӯзишгоҳ меистоданд. агар чунин шумораи талафоти бузург тасдиқ шавад, метавонад яке аз маргбортарин ҳодиса барои Русия аз замони оғози ҳамла дар 10 моҳи гузашта бошад. پایان برنامه اخباری آزادی. شما هر ساعت خبرهای نو را با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک توک ادنکلاسنیکی می توانید پیدا کنید. روزی خوب و با براره داشته باشید.